از وا بکنیم و اعلان براءت و بیزاری از او طایفه های میکنیم که به نام سلفی هر عالم دین و امت ما را توهین کنه، تحقیر کنه، او از جمع ما نیست و نه نمایندگی ما را کرده میتونه. ما به کل علمای امت احترام قائل هستیم، اما معصوم نمیدانیم شه خطا شده، خطایش نمیگیریم. علما تنها همیچار نیست، به هزارها عالم وجود داره در امت، کلش قابل چی هست؟ احترام. بلکه ما نظر به کتابی که یک عالم نوشته کرده که گوشتای علما مسموم است، زهر دیش انداخته شده، کسی کی را بخوره هلاک میشه. اگر زبان طعن در حق علما کسی شروع بکنه، الله ذلیل میکنه، هلاک میشه. ما خطای علما را که صراحتاً بر ما برسه حمل میکنیم به چی؟ بگویم به عدم از اینکه توجهش نشده، غفلت کرده، دلیل برش نرسیده، توجیه گپش میکنیم. توجیه گپش میکنیم. امروزم شاید علما خطا شده باشه، کلان علما باشه، معذور میدانیم شه. چی میدانیم شه؟ شاید یک وجه و دلیل در پیشش باشه. بله، خطایش خطا میگیم، اینی کار خطا، مولوی متوکل اینی کار خطا کرده، بالکل باید بگویه. یک آدم یک عمل بدعت میکنه، میگم اینی عملش بدعت از خودش مبتدی نمیگم، اینی عمل شرک از خودش مشرک نمیگم، شده میتونه کدام وجه برش موجود باشه. ما این قدم احتیاط میگذاریم. از همون خاطر مثل که ما در حق علما کمال احترام، خصوصا در علمای سلف خود قائل هستیم، همین منهج سلف است. دیگه کسی که توهین و تحقیر علما را میکنه و از ما نیست. دوم، کسی که به هر کس فتوا میده که فلان کافر، فلان کافر، فلان مشرک، ما این مسلک ما نیست و نه منهج سلف ماست. سلف ما در موضوع فتوای کفر به اندازه از احتیاط کار گرفته که هیچ پرسان نکو. ما همو قسم قدم احتیاط میگذاریم. از او خاطر براتون گفتم که شده میتونه یک عمل از کسی شرک باشه، خودش مشرک گفته نمیتونیم. باباها و اجداد ما تیر شده، شکی در این نیست که عمل شرک حتما انجام داده، در قبر رفته، از قبر خواسته، شرک است، اما خودش هم مشرک نگفته. چرا نمیگیم؟ عالم امی شرک برش توحید معرفی کرده، عالم امی شرک برش عبادت گفته، او به نیت شرک کرده، به نیت عبادت. من میگم که انشاءالله الله برش اجر داده باشه. الله برش چی داده باشه؟ اجر. این سوالا مردم میکنه، شبهه را در قلبای مردم میندازه. این علمای جدید که پیدا شده سلفیا پدرایتان مشرک میگن، کلا ما پدرها را مشرک نمیگیم. شاید عمل شرک خطا معصیت است شده باشه، خودش مشرک نمیگیم تا وقتی که سند قوی سرش نداشته باشیم. و الله بلا در گردن مولاست که مولای عمل شرک برش توحید معرفی کرده و بیچاره به عقیده توحید کرده. ما نمیگیم. از او خاطر عزیزا، سلفیت یک منهج است، گروه نیست، طایفه و حزب نیست. سلف مثل که در او زمان بود به اون منهج روان بود، در نزدیک روز قیامت هم اگر به اون منهج روان باشه او سلفی است.